بریم که یه کاور پست خفن و اکسپلور خور بهت یاد بدم. روی فوتو کلیک میکنیم، گزینه نیو رو انتخاب میکنیم، بلنک رو انتخاب میکنیم، از قسمت کنواس سایزش رو درست میکنیم. حالا از قسمت بک‌گراند، از این قسمت عکسی که میخوایم تو بک‌گراند باشه انتخاب میکنیم. از این قسمت میزان طاری پس زمینه رو انتخاب میکنیم و تیک رو میزنیم. حالا میریم قسمت استیکر، بعد از این قسمت عکس مورد نظرمون رو بدون بک‌گراند وارد میکنیم و جاشو مشخص میکنیم و تیک رو میزنیم. این بار از این قسمت عکسی که قبلا دانلود کرده بودیم و آماده داشتیم رو وارد میکنیم و این زیر قرارش میدیم. شما میتونید این عکس رو از پینترست یا گوگل دانلود کنید. عکس رو سیو میکنیم، خارج میشیم و دوباره وارد فوتو میشیم. عکسی که دانلود کرده بودیم رو وارد میکنیم و از طریق تکست متن دلخواهمون رو وارد میکنیم. فونت و رنگ زیبا به سلیقه خودمون براش انتخاب میکنیم. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه هم بودی. فراموش نکنید که سایت ما دیجی ممبر تمام خدمات اینترنتی از جمله اینستاگرام و تلگرام رو با بالاترین کیفیت و مناسب ترین قیمت ارائه میده. پس حتما یه سر به سایتمون بزنید.